که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است. آسماند که ز خمخانه حافظ قدحی آورده است. کوه و سورد که بر آن همت فردوسی پرگسترده است. بوستاند که از نسیم نفس سعدی جان پرورده است. هم زبانان منند، هم زبانان منند. ما میخوام از شما رخصت بگیریم. رخصت قربان جنابانی مرشد بنده. 3-4 تا ریشه پیدا کردی شما. ریشه قاجاریه که داری ماشاءالله، خاکساری ها رو که داری. از قاجار نیست، دولو قاجار، دولو. بعد ریشه خاکسارا رو که دارین شما، که شما از اونورش هم که درویش هم که هستی، سالار هم که هستید دیگه. اینجا هم که ماشاءالله در سن 90 سالگی سالار نشستین و اینقدر به این مردم دارید الان انرژی میدین، لطف میکنید و بعد با همین حالت هم که شما دارید درست بود. حالا من میخوام این شعر فریدون مشیری رو براتون بخونم ببینید که شما نظرتون چیه. از نگاه یاران به یاران ندا میرسد. دوره رهایی فرا میرسد. این شب پریشان سحر میشود. این شب پریشان سحر میشود. روز نو گلفشان به ما میرسد. از نگاه یاران به یاران ندا میرسد. خانم آقایون، این سفری که ما در طی این مدت کردیم، 90 سال این مرد تجربهشو برای ما مطرح کرد. روزگاری رو که ما گم کردیم، روزگاری که از هیچ به همه چیز رسیدیم و به قول بانوی شما سرکار خانم فرمودن که ما ارزش ها رو نمیدونستیم، حتی بوته مقایسه نداشتیم، چون از نظر علمی 2 تا چیز رو باید به هم مقایسه کرد. آن چیزی رو که ما داشتیم و ارزشش ندونستیم به راحتی از دست دادیم. شماها در روزگار بسیار سختی به وجود اومده بودین، نهایتاً ارزش ها رو میدونستین، محکم نگه داشته بودین. متاسفانه گروه چه عرض کنم روشنفکری که از فرنگستون اومده بود و فکر میکرد که همه چی همینطوری اتفاق افتاده بود، دستیم به راحتی از دست دادیم. اما امید ما بر آن است که این خاطرات شما ثبت بشه در تاریخ و ذهن تاریخی بماند. من همیشه این عرض کردم جناب سالار که ممکنه که دوره پهلوی تمام شده است و دوره اسلامی آمده است و فکر کنن که حالا این از اینجا اومد، اون پیشرفت داشت، این پسرفت داشت، اما فرهنگ ایران هرگز متوقف نمیشه. ذهن فرهنگی ایران همیشه اینا رو ثبت میکنه و از این به اصطلاح گرد و غبار میگذرونه. اون آب گلالودی که میره و میاد چشمه میشه در میاد رو باز به روشنی در خواهد آمد و روزگاری خواهد بود که شما، من، سرکار خانوم، مژگان، آریان، همه ما باز روز زیبای ایران رو ببینیم. والا جناب اردوان، من اولا سپاسگزاری کنم. من نمیدونم به چه ترتیب میتونم این همه تلاشی که جنابانی میکنین واقعا برای حفظ این مملکت، برای نجات این مملکت، چجوری باید جبران کرد. همین که جناب علی اینجا تشریف دارید، ولی ملاحظه کنین کرمانشاهی شدیدترین قسمش به کی و کیانی. عجب. میگه به کی و کیانی قسم. عجب. این تو خون این مردم هست، تو وجود این مردم هست. آخه این من نمیتونم منکر بشم. در ثانی یک شاه ممکنه بمیر. از نظر من شاهنشاهی مردنی نی. باریکلا.
همین ساعت است. بله. و اعلی حضرت رضا پهلوی رو هم بنده من نمیپذیرم، من قبول ندارم حقیقتش. در اون حد نیستم که چنین جسارتی بکنم. آخه یه عده میگن که نه رفراندوم دودمان پهلوی رو. آخه رفراندوم من بودم، من دیدم چی بود. چی بود؟ زمان شما به عنوان فرماندار بودین اون موقع دیگه. بله. عرض کنم این هم داستانی داره. من اساس شدم خودم داستان خودشه. نه قربون، همه ما داریم قصه میشیم. عرض کنم یه جایی من مأمور بودم، یه معاونی داشتیم. یه وقت من دیدم این معاون با ساواک ارتباط خیلی نزدیک داره. اسمشو نمیخوام بگم. بهش گفتم نه ما همکاری میکنیم ولی من باید جلوی زیاده روی ساواک بگیرم. شما بخوای عضو ساواک باشی که نمیشه، با من نمیتونی کار کنی. رفت جای دیگه، شد فرمانده. زنش هم شاگرد، مدتی شاگرد خانومم بود. ما شهرکرد که بودیم یه وقت اومدن گفتن 2 تا وانت اومد و از مرکز تعرفه آوردن برای رفراندوم. حالا این چه تاریخیه؟ قبل از انقلاب، 1150. یعنی بعد از انقلابه. بعد از انقلاب 57 تازه دیگه. بله بله. یه وقت در باز شد و همون آقایی که جناب علی بهش گفته عضوش خواستیم سلام علیکم یا شده بود معاون اداره انتخابات در دوره خمینی. حالا بله آره. اینی که عرض میکنم ناسپاسی جزا داره. گفت برای من اومدم و مأمورم از طرف وزارت کشور رو تعرفه های انتخابات آوردم. گفتم باشه بسیار. فردا شدیم مأموری ما اومدن گفتن آقا صندوقی که تعرفه بوده دست خورده، قفلش شکسته. در قانون انتخابات مجرد این که تعرفه دستکاری بشه فرماندار موظف تلگراف بکنه که تعرفه ها رو عوض کنه. این آقا رو ما خواستیم گفتیم شما دیگه من نمیتونم الان تلگراف کنم، شما معاون اداره انتخابات هستی تلگراف کن. گفت ای آقا چه فرقش چیه؟ یه مقدار دیگه برقه میفرستن دیگه. من دیدم نه این اوضاع بدتر از اونجایی که من فکر میکنم. آمدن و گفتیم آخه هیئت نظارت کو؟ هیئت نظارت اصلی باید تشکیل بشه، هیئت نظارت فرعی باید تشکیل بدن اینا. هیئت نظارت نمیخواد که همین کمیته هایی که هستن اینا خودشون هیئت نظارت هم دیگه. کمیته های انقلاب که به وجود اومد. من فهمیدم نه اصلا رفراندوم نی. بعد اومدن 2 تا صندوق گذاشتن پلو هم، یکی آره یکی نه. یه 2 چماقدار هم جلو در، اصلا کسی جرئت نمیکرد بگه نه. این شد. برای همین من میگم اعلی حضرت رضا شاه. حالا این آقا چه به سرش اومد؟ قبل از اینکه من بهش گفتم که فلانی ما یه مدت با هم همکار بودیم. خانم منم معلم خانمیت بوده. میخوای در وزارت کشور خدمت بکنی بکن، ولی وارد اوضاع سیاسی اینا نشو. حالا خودت می اینو شما داشته باش. من مهمون دوستی بودم خدا رحمتشون آقای امجدی که 7 تا زندان عوض کرد. یکی از مامورین وزارت کشور اونجا بود. گفتم از فلانی چه خبر؟ گفت من نمیدونی؟ گفتم نه. گفت موقعی که آقای مهدوی کنی وزیر کشور بود بهش اطلاع میدن که این از مامورین ساواک، بهش پیغام میدن که برو خونت. همونجا سکته میکنه. عجب. سکته میکنه. آقای مهدوی کنی اینو میفرسته بیمارستان قلب ملکه مادر. 15 روزی اونجا میمونه، باز میاد میشینه پشت میز. مهدوی کنی رفته بوده، عبدالله نوری بله دیگه وزیر بوده. اون بلافاصله میگه برو بشین خونت. این باز سکته میکنه، 6 فلج میشه.
این آقا، حالا اون مأمور همکار وزارت کشور میگه ایشون 9 ساله بودی یتیم شدی رفتی مغازه عمود کله بازی داشت، دبستان تو مجانی خوندی، دبیرستان تو مجانی خوندی، دانشگاهات هم یه پول دستی گرفتی درس خوندی، بعد وارد وزارت کشور شدی، معاون فرمانداری شدی، فرماندار شدی و رئیس اداره انتخابات شدی و آخه مرد حسابی این کار بود کردی که به محض اینکه دیدی ورق برکش برید شمشیر بکشی علیه اون کسی که نون بهت داده، شغل بهت داده، مقام بهت داده. عجب. ناسپاسی این چیزا رو داره. بعدم بری فلج بشی به کلی بستری بشی تو خونه. بنده اعتقادم بین قربان ناسپاسی. حالا خداوند از سر تقصیر این مردم درازگوش خیلی عذر میخوام یه عده‌ای بگذاره که من برام مجهول هر که جامعه شناسی هر کسی وقتی صحبت میکنه که بله به این علت یه مقدار دیکتاتوری بود. با کدوم دیکتاتوری؟ خانم بنده نشست یه جا از ساواک مهمون بودیم اینجا پاگوشامون کردن تازه ازدواج کرده بودیم. اون چه خاص از ساواک انتقاد کرد. پسر من زد دست من گفت این علی خان نجیری سرلشکر معاون سازمان امنیت آخه داره اینطوری خانومت. بس فردا ما رو خواستن سازمان امنیت. علی خان گفت شما فرماندار محل بودی علیه ساواکت باید اعلام میکردی، فرمان شاه داری. این یعنی در واقع مثبت بوده اون صحبت. خدا شاهد یه نفر شهر کرد زخمی رفت بیمارستان، دفتر مخصوص اعلی حضرت دیدیم بازخواست کرده که یه نفر زخمی در بیمارستان بوده، این چرا زخمی شد؟ عجب. هر چی رفتیم گشتیم ببینیم این چرا زخمی شده پیداش نکردیم. آدرس که پیدا کنیم کی هست که من با ساواک کار کردم. اوایلش که ساواک تشکیل دادن بله ناچار بودن یه عده افراد ناباب و ناراحت و دوره بختیار خدا رحمتش کنه اینا رو وارد کردن، ولی بقیه من آدمای درست با شرف این مملکت دوستی دیدم. شما الان به عنوان پیام، الان آخرین سخن ما داریم، به مردم ایران چه پیامی میدین؟ به عنوان یک فرماندار، به عنوان یک صاحب منصبی که در دوره ایران، در دوره پادشاهی رضا شاه رو دیده، دوره محمد رضا شاه رو دیده و امروز هم داریم میبینه. 90 سالتون هم هست، امروز هم روز تولدتونه. این شما و این دوربین به مردم ایران چه پیامی دارید؟ مردم ایران رو بنده اولا واقعا دوست می‌دارم، هموطنای من هستن. اعتقادم به اینه که مردم اغفال شدن، گور خوردن. توصیه‌ام، خواهشم، تقاضام از مردم ایران اینه که یه خورده فقط شب که میخوابن 5 دقیقه فکر بکنن. دلار چند بوده الان چند؟ خانه چند بوده الان چند؟ پیکان چند بوده الان چند؟ مقایسه کنن فقط. اگر اینو میپسندن نوش جانشون، اگر اونو میپسندن به پا خیزید. تکون خوردین، تلاش کردین، متا همه با هم نه یه عده‌ای نکردن. اون عده‌ای هم که فکر میکردن مثلا آقای ایکس میاد درست میشه، آقای ایگرگ میاد درست میشه، الان باید فهمیده باشن که اشتباه کردن. بعد یک تکان همگانی میخواد تا دنیا خلاص بشه، بنده هم خلاص بشه. دست شما درد نکنه. خانم آقایون، آنچه را که نتیجه گرفتن بنده عرض میکنم که گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور. خانم آقایون با ما باشین تا گم نشین. از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد.
به سلامتی شما، سلامتی همه خانواده و سپاس از همتون به امید رهایی ایران.
ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. به راستی پاینده باد ایران. شما این تصاویری که دیدید و سخن اول آن مردی که 90 سال در ایران بود و امروز داره به شما واقعیت‌هایی رو ثبت تاریخ می‌کند که بدانید آن روزی که آری و نگفتیم ما به جمهوری اسلامی بود که با پتک بالا سر شما بود، نمیتونستید بگید نه، باید میگفتید آری، ولی هرگز بین پادشاهی در ایران و جمهوری اسلامی از کسی سوال نشد. بماند که این پیر دیر، این سالار گفت ممکن است که پادشاهی بمیرد، پادشاهی برود، ولی پادشاهی در ایران نه. مفهوم قضیه آن ریشه تاریخی است که ما در مسیر تاریخمون از زمان کوروش تا به حال داشتیم. من نگاه عجیبی داشتم هفته گذشته که راجع به دوستانم صحبت کردم که در مسیر تاریخ بزرگداشت پادشاهان پهلوی هر سال گرد یکدیگر بودیم. یک باره دیدم که تعدادی از اسامی رو نگفتم، گفتم امروز با تصویر شما ببینید در این 36 سال بچه ها چگونه پهلوی هم ایستادن، هنرمندان چگونه در یک صف با یکدیگر قرار گرفتن، با مردم پیوند داشتن. کسانی هم که در اینجا ندیدید بدونید که هستند، باز اینها هنرمندان این دیارند. البته گلایه‌ای نیست از اینکه تعدادی از کسانی که جدیداً وارد دنیای هنر در آن دیار شدند باید برند و سخنهایی درباره رهبر آنجا بگویند و اینها، در حالی که واقعیت‌ها در تاریخ و در امروز ایران چیز دیگری است. پیرسالار امروز ما درباره 50 سال پیش، 40 سال پیش، 60 سال پیش سخن میگفت، گویی امروز چنین حادثه‌ای داره رخ میده. دریاچه رضایه رفته، آبی در واقع قحطی داره میاد، مردم در مصیبتند و جهان در آتش است. من پریشب با دوستی که همیشه به شکل چشم بسته‌ای مخالف دوران پهلوی بود، وقتی که صحبت میکردیم برنامه منو دیده بود، با من صحبت میکرد، گفت من خوشم اومد از این برنامه و نشستم و دیدم، گفتم نه خوشت نیومد، تو تازه با واقعیت ها داری روبرو میشی. گفت یعنی شما هنوز معتقدی؟ گفتم از دیروز بیشتر، زیرا من دیروز با احساس صرفاً به دنبال خاندانی بودم که من در آن دوران زندگی خوبی داشتم، ولی امروز میبینم که نه، قضیه جای دیگری بود و احترام من هرچه بیشتر به محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه کبیر است. علتش رو عرض میکنم. یه وقتی طرف این که من در این جهت دارم فکر میکنم و دیگه چیز دیگه این نیست، نه، من با چپ می نشینم، با راست می نشینم، با دوستانم میشینم، در زمینه هنر با هیچ کس مشکلی ندارم، زیرا تکلیف خودم با خودم روشنه. بذارید من براتون یک واقعیت رو بگم. من از منزل این پیر سالار که آمدم بیرون و خانواده‌اش رو که دیدم و به این گذشته‌ای که الان شما مروری کردید با تصاویر که در کوچه پس کوچه، در خیابان، در این ور، نوجوانانی که در آنجا بودن امروز یکیشون وکیل، یکیشون پزشک، یکیشون در دانشگاه و دیگری میره و یکی از اون بانوانی که در اونجا دیدید همین دیروز درست در روز 4 مرداد یا 5 مرداد فوت کرد. او همیشه وقتی که میشست با ما در این شبها برمیگشت بگفت آرزوی من اینه که روزی در چنین روزی برم که بتونم اعلی حضرت رو ببینم. خب این هم باز احساسی بود، اما من دلیل دیگری دارم. امروز با قلب احساس میکنم ولی با مغز خود دارم نگاه میکنم. خانم آقایون، اون روزم که من راجع به آرامش صحبت میکنم جهان در آرامش نبود. این پدر بود که نمیگذاشت که تلاطم دریا به خانه بیاید، ما را در ساحل آرام گذاشته بود. اون روز هم ایدی امین ها بودن، اون روز هم اوپک بود، اون روز هم جنگ سرد بین امریکا و روسیه بود، اون روز هم روسیه نقشه میکشید، اون روز هم خروشچوف با بی تربیتی تمام در سازمان ملل با لنگ کفشش کوبید که ما منتظر میشیم تا اینکه این گلابی که رسید خودش تو دامن ما بیفته و منظورش رو همه میدونستن. اون روز هم استالین، چرچیل و روزولت آمدن در ایران نقشه ها کشیدن. این مرد ایستاد و نگذاشت که من
در مسیر تحصیلاتم لحظه‌ای توقف پیدا بشه. با پزشک دوستی که دوست بسیار خوب من است صحبت میکردم، گفت اردوان من در تمام تحصیلاتم تا روزگاری که پزشک شدم ریالی از جیبم ندادم که در واقع چیزم گرفتم، وام شرافتی هم گرفتم و هیچ وقت از ما طلب نکردن، ولی هیچ وقت سوال نکردیم که چگونه است، چه اتفاقی افتاده بود. حالا که دور زمان گذشته است میبینیم کشورمداری، پادشاهی، نگهبانی از کشور چه معنی میداد. بچهای تهران دور هم دیگه جمع میشدیم، تمام آرزومون بود که 3 ماه تعطیلی برسه. البته با تجدیدی هم همیشه بالاخره راه داشتیم. یه شاگرد اول مدرسه که نمیشدیم که ریاضیات بالاخره عقبمون میدوید و ما همیشه با شوق میآمدیم که این 3 ماه تعطیلی رو بریم. اما این رو هم به عنوان یک سنت پیشین این مملکت نگه داشته بود، چگونه ثروت ملی رو تقسیم میکردند. چون فقر نبود نهایتا ثروت رو باید تقسیم میکردن. تقسیم به سویه ثروت است که سخت است و الا تقسیم به سویه فقر، الفقر و فخری، که کاری ندارد که همه گدا بشن، همه بی سواد بشن، همه نادان بشن، همه جاهل بشن، همه بمیرن، فرقی نمیکنه که. اما اگر گفتی که همه زندگی بکنن، همه زندگی خوب داشته باشن، همه در آرامش باشن، همه این ثروتی که اگر من اردوان در خیابان شهباز تهران از پدرم چه میدونم 50 تومن میگیرم یا کارمند میشم 1000 تومن میاد دستم، یا چه میدونم پولی دست ما داریم میاد در تهران، 3 ماه تابستون پول همه بچهای تهران میرفت به شهرستان. از این تقسیم سنتی از نظر اقتصاد چه چیزی بالاتر بود که من امروز که نگاه میکنم متعجب میشم. نخست وزیر وقت میاد میگه که آقا ما شنبه یک شنبه رو مثل تمام جهان تعطیل بکنیم که جمعه و پنجشنبه رو روز کار بگیریم. اینها میان میگن آقا آدینه رو نگه بدارید، شنبه یک شنبه هم نمیخواست، ما نمیخوام با جهان در ارتباط باشیم. این مشکل این است که شما میتونید که در یک جای کوچولی در یک گوشه‌ای باشین، هیچ کس با شما کار نداشته باشه، ولی وقتی قرار شد که جهان در ارتباط باشه، جوونی که امروز در ایرانه با اینترنت با من در ارتباطه. یکی از این جوونا برای من نوشته بود که من امروز گلایه‌ای از شاه دارم. گفتم این چگونه است که یه همچین لحنی داره، لحنی خودم شدیدتر، گلایه دارم که او چرا نفت 2000 تومن 3000 تومن رو به من 2 ریال فروخت، به من 2 ریال میداد. چرا من چه میدونم سیب زمینی رو میخریدم با 1 قرون در حالی که اون داشتش 15000 پولشو خودش میداد. من چرا متوجه نشدم که بلیت ماشینی که 3000 یعنی 2010 هست، 1 قرون و 10 هست، چرا باید من امروز اینقدر بدم؟ چرا دیروز از من نگرفت که من لااقل بدونم بگم که خب به خاطر اینا رفت. امروز من هم با قلب احساس میکنم هم با فکر میدانم. من با بچه‌های ایران در ارتباطم، با بچه‌های سراسر اینجا در ارتباطم، با بچه‌هایی که امروز در اینجا در این مملکت به پزشک شدن، مهندس شدن، وکیل شدن در ارتباطم و میبینم که اینها میدانن چه اتفاقی افتاده است. و امروز وقتی شعر علیرضا رو در مجله پهلوان میخوانم، عباس خان پهلوان، حالا میفهمم که او داره چی میگه. ببینید خیلی رمز داره این بار این شعر. اسم شعر رو نمیگم تا آخر سر براتون بگم. میگوید ساعت شماته‌ای را کوک کرد. ساعت شماته‌ای یادتون که میزدن که زنگ میزد. ساعت شماته‌ای را کوک کرد، ابر را ریسید تا باران شود، سایه را با سایه‌ای پیوند داد، درسها را یک به یک با دست دوخت، با نخ باران هوا را کوک زد، لحظه را در تشت باران خوب شست، با اتو تا خرده ها را صاف کرد، درب را از پشت بست، پشت چرخ کهنه و فرتوت خیاطی نشست. دامنی آبی برای ماه دوخت، دامنی آبی برای ماه دوخت،
توری از مه روی دریا پهن کرد. با خودش آهسته گفت آنچه را داریم پنهان پایدش، پیش از آنی که تبر بشکاودش، یا که خشکی آید و فرسایدش. تا سحر لختی نخفت آنقدر بیدار ماند، تا به انگشتانه دریا را نهفت، و قنات و جنگل و تالاب را، ترعه و دریاچه و مرداب را. اسم این خیاط عالم تاج بود. آنچه را که ما داشتیم در طبقه الاخلاص گذاشتیم. همه جهان میدونستن. امروز متوجه میشیم که آن کس که تمام این درس ها رو میگرفت که من و تو در این عالم با آرامش زندگی کنیم، هرگز نفهمیدیم که فضای جهان چگونه است. هواپیما، دریا، قطار، رفتیم آمدیم، ساعت 2 صبح تصمیم گرفتیم بریم شمال ایران برگردیم. خانم آقایان، در دوران سختی زندگی کردیم و در دوران سختی هستیم. اما قصه امروز رو براتون بگم. به دوران قصه های گذشته که نگاه میکنیم، قصه ایست به نام آدم و حوا، آدم و ایو. آدم و حوا در واقع یک قصه مذهبی است. در تمام مذاهب ابراهیمی وجود دارد. آدم و حوا روزی در بهشت زاده می شوند و خداوند این فرشته به آنها اجازه می دهد که در این دنیای ساکت و آرام زندگی کنند. اما شیطان، ابلیس، سیتن، او می آید و به آنها میگوید آنچه را که خداوند گفته است که در این جنگل هیچ چیزی رو هر کاری میتونید بکنین جز به فرنگی سیب رو گاز نزنید و به چیزای ابراهیمی مثل قصص قرآن گندم رو نخورید. شیطان میاد در گوشش میگه آقا جون من این حرفا چیه؟ تو آزادی، هر کاری بخوای بکنی بکن. لحظه ای که این گاز به سیب میزند و یا این چند گندم رو ابتدا حوا میخورد و بعد آدم میخورد، فکر میکنن چه کنن چه نکنن، یک باره اجداد بیداد میان روی زمین. آنجایی که به روی زمین میفتند 1000 سال، یعنی یک روز آن زمانی 1000 سال طول میکشه تا بالاخره از اشک آدم رودخانه ها تأسیس میشود و جریان میافتد و از رودخانه هایی که راه افتاده درخت ها در میاد. درخت ها بی ثمرن چون هنوز خداوند اینها رو نبخشیده. و حوا هم که در دریای عربستان است و با دست بلندش میزنه این ماهی‌ها رو در بیاره. زیرا قبل از آن که آدم و حوا به وجود آیند، این الان اینا رو بیرونشون کرد از اینجا. میگویند که خداوند انسان رو 18 عرش که از سر تو که انگشت تا آرنج میشه یک عرش، 18 عرش بود. یه چیز مثلا قولاسا یک آدم درست میکنه و وقتی که به شیطان که فرمانده تمام زمین است بهش میگن که خداوند داره چیزی رو به نام آدم میسازه، میاد یه دور از توش رد میشه، میگه آقا این مجوف خالیه، چیزی نداره. اما شیطان رو نهادینه میکنه در وجود آن. این شیطان وقتی که این آدما میان تو اینجا ولکنه معامله نیست. خداوند بالاخره اینا رو میبخشه و میگه خیلی خوب حالا با هم دیگه باشید. ولی چون یه آدم یه حواس، این دوتا با هم دیگه ممزوج میشوند، ازدواج میکنن و اولین فرزندانشون به دنیا میاد. در قصص باز میآید که چون اون روزگار هیچ فرزندی نبوده است، هر شکمی رو که حوا میزاییده 2 قلو بوده، یکی دختر یکی پسر. ولی قرار رو بر این میگذارند که هر ازدواجی بعد از این رخ میده بین خواهر و برادرها از یک شکم نباشه، از یک شکم مرد، از شکم دیگر زن، یا برعکس میتونن ازدواج کنن. میخوام شما رو سریع دارم میرم که بسوزم سر این قصه‌ای که امروز گرفتارشیم. از قرار در یک شکم پسری به دنیا میاد، اسمشو میذارن قابیل، اسمشو میذارن قابیل، و از شکم دیگر پسری به دنیا میاد، اسمشو میذارن هابیل. قابیل با دختری که داره میاد به دنیا، هابیل میره به خواستگاری و عاشق اون دختر میشه. قابیل میگه نه منم اینو میخوام. میگه آقا جون نمیشم چیزی،
میگه نه این نمیشه، من سرم نمیشه، من میخوام اینو. وقتی که میان هابیل در واقع با قابیل گرفتار جنگ میشن، شب شیطان پیش قابیل میره. باز خوب گوش بکنین، قابیل رو با قاف یاد قاتل بیفتین، همیشه یادتون میمونه دیگه، با هابیل اشتباهش نمیکنین. شیطان میره پیش قابیل میگه این حرفا چیه؟ من به تو میگم برو، تو برو بزن، اولین کاری که میکنی یک سنگ بردار بکوب بر سرش تمومش کن. میگه چی میشه؟ گفت تو کارت نباشه، تو بکن این کار. این اولین جنگ جهان است و اولین کشتاری است که رخ میده. قابیل بیرحمانه بر سر هابیل میکوبد و او رو میکشه. به همین ساده. در افسانه میآید که قابیل نشسته بود که من حالا با این جسمی که رو اینجا افتاده چیکار کنم؟ و واقعیت آن است که وقتی به این جسم نگاه میکنی که جان از دلش میره بیرون، این همون جانی است که مورچه هم داره، این همون جانی است که موش هم داره، این همون جانی است که شیر هم داره، اون همون جانی است که فیل هم داره. و میبینیم که در شاهنامه به نام خداوند جان و خرد سخن میشود همینجاست. قابیل نشسته بود سر کوه که چه بکنم، حالا من این سنگ رو زدم، این رفت، این جان دیگه نداری، نمیتونی افتاده، دستشو بلند میکنه، پاشو بلند میکنه. دو تا کلاغ میان به نشانه آن که حالا خداوند میخواد به این نشون بده چی میشه. دو کلاغ میان، این دو کلاغ میان مینشینند. کلاغ اول که گنده تره میزنه اون کلاغ رو میکشه با توکش، بعد با خاک رو میزنه کنار، اون کلاغ رو هم چال میکنه. وقتی که چال میکنه قابیل میفهمه که باید هابیل رو چال بکنه. اولین چاله رو میکنه و نمیفته توش. خانم آقایان، هابیل کشاورز است. رشته او دانه درست کردن و پرورش دادن و بلند بزرگ کردن است. جای او کاری است که درختان و گیاهان و اینا رو میآورد. از آن طرف قابیل در رشته خود شبان است. گوسفند میاره، با گرگ در ارتباطه، باید سر گوسفند رو ببره، غذا درست بکنن، پوست در بیاره، پوست بپوشن برن. نهایتا این دو طبیعت رو هم در نظر بگیریم. روزگاری که خداوند متعال میگوید که برای اینکه من ببینم که آیا شماها باید دعوا بکنی نکنید، قابیل برای او گوسفندی میبرد، او نمیپذیرد، هابیل میبرد و میپذیرد، اما سر همین دعواش میشه. حالا شما تصورش بکنید که این اولین سنگی که بر سر انسان دیگر میخورد و او از میان میرود چه اتفاقی میفته بعدش؟ خانم آقایون، خانواده قابیل به اینجا میرسن. دیاکو جان بریم خانواده قابیل رو نشان بده. میریم در عصر حجر، به قول اینجا ستون ایج، میبینیم که اولین خانواده قابیل در حال درست کردن نیزه هستند. بر سر این تیر از سنگ درستش میکنن، میارن. این قبیله‌ای که الان همه در غار هستند میان بیرون، مجددا باز به جنگ میپردازن، آتش میزنن، از آتش میگیرن، با چوب و با سنگی که دارن درست میکنن بر سر یکدیگر میکوبن. نهایتا ما میبینیم که این سنگ قابیل چگونه همین گونه داره جلو میره و ما هابیلیان رو همیشه در کنار میبینیم. هابیلیان همیشه هستند، ولی این قابیلیان حالا در دوران مدرن‌تر میبینیم که به چه لشکرکشی افتادن. نگاه بکنید، نیزه و سنگ و نیزه و اینها زمانی است که به دوره سنگ رسیده و حالا اینا نیزه هاشون رو به دوره آهن رسیده، آهن رو در بردن و شروع کردن به ساختن شمشیر، ساختن زره، ساختن کلاهخود و جنگ کردن با مردمان و کشت و کشتار. و عجب آن که تا روزگاری که باروت در دوران چین به دنیا آمد، نگاه کنید الان این باز مرتبه تصویری است از یک جنگ دیگر که این خانواده قابیلیان همین گونه هر دهی، هر شهری، هر کشوری که میدیدن فقط به قتل فکر میکردن. خانواده قابیل بودن و ما خانواده هابیل رو هرگز در این گروه نمیبینیم. و امروز هم که نگاه میکنید پس از دوران به وجود آمدن باروت در چین، اولین تپانچه ها ساخته میشه، اولین تفنگ ها ساخته میشه، اولین تیرها ساخته میشه، اولین شکل قضیه پیش میاد و میبینیم که در همین این قسمت فرانسه که دارید نگاه میکنید میبینیم که اولین قیامی که اینا میکنن با همون تفنگای سرپوری است که بعد اولین جنگ های حالا در خانواده قابیلیان میاد.
واژه تسلیحاتی که به وجود میاد، واژه‌ای که انسان شروع میکنه به ساختن اسلحه برای کشتار. این اسلحه رو هم نگاه کنید الان، همین نگاه کنید. الان شما نگاه کنید که از بالا هلیکوپتر داره میاد، از پایین سرنیزه داره میاد، از این ور داره این میاد، پشت اینها خانواده قابیلیان هستند. و عجیب آن است که تمام سرعت جهان بر اساس خانواده قابیلیان پیش می رود. اما هابیلیان چه می کنند؟ خانم آقایان، من و تو عضو خانواده هابیلیم. آنچه را که ما کردیم در مسیر این تاریخ، از این 7 بیلیون انسانی که وجود دارن بر روی زمین، اینها همه در یک تیم ایستادن و آن آموزش و پرورش، بهزیستی، بهیاری، پرستاری، آتش رو برای ظلمت باز کردن، آهن رو برای پختن، برای نگهبانی و آتش و نگاه رو و انسانها رو پرورش دادن، مادر رو ستایش کردن، زن رو ارج نهادن، مرد رو به کوشش وادار کردن، زمین رو به عنوان مادر زمین نگه داشتن. و باورتون میشه که آنچه را که ما امروز در دست داریم به عنوان اسلحه، از همین تلفن دستی من گرفته تا کامپیوتر تا این تا اون، تمام اینها رو که نگاه بکنید از خانواده قابیل در میاد. اما هابیلیان رو میگیرن که برای آرامش، برای زیبایی استفاده بکنن. خانواده هایی که امروز با من در ارتباطید، افتخار کنید که در خانواده هابیل هستید. به فرزندانتان عشق بیاموزید و عشق با من باشین تا گم نشید. آفتاب بعد که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسماند که ز خمخانه حافظ قدحی آورده است، کوه و صورت که بر آن همت فردوسی پرگسترده است، بوستاند که از نسیم نفس سعدی جان پرورده است. همزبانان منند